امروز ایران زمین در بستر این حرکت عظیم فرهنگ ساز ملی شاهد ارتقاء سطح فرهنگ، نگرش به آموزه‌های مقدس عرفانی ناب است که ریشه در دینی اکمل و هنری برتر دارد. خوی و جماعت هنرپرورش کمر همت نبستند جز به غیرت، تا در کشاکش تلاش و حمیت زنگار انزوا از چهره آرامگاه مراد مولانا بزدایند. در آن اوقات که آذین بندان این ملک شرف وجود عارفان بود، شمس تبریز این دردانه عرفان مشرق زمین خورشید دیگری در آسمان صلوح گشت تا وجود سالکان و مریدانش را نوراجین حقیقت سازد. تغزل رفتار آدمیان در پهن دشت عبودیت را معنا همان عرفان است و عرفان را رستنگاهی جز ایران زمین نیست. معاونت امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور طرحی نو در انداخته تا جماعتی عاشق خوی را کماکان چونان گذشته آیین بندان پریخانه نور و معنا گردانند. پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدای پیدا شدم، پیدای پیدا شدم، شیدا 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 شدم، شیدا 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 شدم. شمس تبریزی خوی 5 تا 11 آبان ماه 86. بهانه سفر بنده همونطور که عرض کردم حضور در این کنگره بزرگداشت شمس و مولاناست. خوشبختانه با توجهی که مقامات کشور کردند و مقامات استان کردند، آرامگاه شمس که متروکه بود و تقریباً فراموش شده احیا شد و بنده هم قبل از اینکه خدمت شما برسم فرصتی پیدا کردم و فاتحه‌ای بر مزار شمس
قرائت کردم و شاهد نوسازی و بازسازی این مرکز مهم در این شهرستان بودم. باید تبریک گفت به مردم خوی که یک چنین گوهری در شهرستان اونها مدفون شده و این یکی از افتخارات مردم این شهرستان محسوب می شود. شما می دانید که در باب این که مدفن شمس کجاست اختلاف نظر وجود داره. همسایگان ترک ما در ترکیه معتقدند که، یا بعضی از اونها معتقدند که مدفن شمس در قونیه در کنار مدفن مولاناست. اما تحقیقاتی که دانشمندان ما انجام داده‌اند، آن تحقیقات بیشتر مؤید این نظر است که قبر شمس در خوی هست و اگر کسی بدون تعصب دلایل مطرح شده را بررسی کند، انصاف می‌دهد که حکم به این که مقبره شمس در خوی هست عالمانه تر و پذیرفتنی تر است تا هر جای دیگر. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شما حضار محترم، مردم عزیز خوی، مسئولین محترم، جناب استاندار، امام جمعه محترم، نماینده محترم مجلس، آقایون مسئولین شهر، آقای فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر، دست مریضات و خسته نباشید به شما عرض میکنم. بنده به جای اینکه سخنرانی کنم و صحبت کنم میخوام احساساتم رو بیان کنم. از اینکه میبینم در مدتی بسیار کوتاه تمام این شهر بر محور منار شمس تبریزی چون پروانه میگردند، خدا رو شاکرم. همین الان وقتی که صحبت بود از شمس و خورشید و شرق و غرب، به یاد روزی افتادم که دانشجو بودم در کشور فرانسه. استادی لایک، بیدین و لامذهب داشتیم، استاد فلسفه بود. در روزهای نخست بسیار با ما سختگیری، بدرفتاری، چون میدونست ما اهل ایران هستیم و جمهوری اسلامی. به تدریج با ما آشنا شد، با شمس و مولانا آشنا شد. فراموش نمی کنم روز آخری که میخواستیم بیایم به من گفت برو به مردمان کشورت بگو که شما در شرقید و خورشید از شرق طلوع میکنه، ما در مغرب زمینیم منتظر طلوع خورشید. امروز بارها بیاد این خاطره افتادم چون طلوع خورشید رو از شرق دیدم. شد شعله های
چشم بد را، میدید روی خود را، میگفت چشم بد را، نی بود و نی بیاید، چون من در این زمانه، نی بود و نی بیاید، چون من در این زمانه. خورشید هر روز از مشرق طلوع می کند. هیچ روزی خورشید از مغرب طلوع نمی کند. اگر او به سوی شرق طلوع شمس است، در جستجوی شمس می بود، او را در مطلع شمس می یافت و آتش هجران برافروخته از زانش را با یافتن شمس در خوی تسکین می داد. شازده شکوری گل دادن در این رابطه، یه مقدار انشاءالله صحبت خواهند کرد. چرا در خوی؟ ایشون می توانست آتش هجران برافروخته از زانش را با یافتن شمس در خوی تسکین بدهد. امید بر این است آثار مکشوفه و قبور به هم فشرده مشهوده از زنان و مردان آرمیده در حاشیه منار شمس که ملاحظه فرمودید، با عظمت شمس بر اثر کاوش‌های باستانشناسی انجام شده، موجب عطف نظر صاحب دلان بر مزار شمس که مناری باستانی به نام شمس نماد آن است باشد. منار شمسی که بر روی مزار شمس است. شمس آن پیر طریقتی است، آن یا این غریب ترین غریب جهان معنا که به یک باره بر مولانا نازل شد و او را همچون ققنوس جوان از پس خاکسترهای خویشش بیرون کشید و چنان تغییری در او ایجاد نمود که مولانا را جهانی و ماندگار نمود. شمس مولانا را از علم قال به علم حال اشارت داد، از زمین به آسمان، از جهان به ماورا، و سپس به ناگهان بر مولانا غروب کرد و عزم هجرت نمود. میگشت و میگشت تا دیاری را یافت شایسته ماندن، شهری از جنس آفتاب و عرفان، شهر دارالمومنین خوی، و شمس خوی را برای ماندن انتخاب نمود و غریبانه غروب کرد.
تبریک عرض می کنم این همایش بزرگ و کنگره بین المللی رو به همه حضار محترم و خیر مقدم عرض می کنم به محضر همه مهمانان عزیز و بزرگوار، معاون محترم وزیر کشور و استاندار محترم و معاونین محترمشون و مدیران کل و سایر عزیزان و سروران و علمای بزرگوار و مسئولین عزیز. جهان امروز به این نتیجه رسیده است که میراث تاریخی جهانیان در دو عرصه بناها و محوطه‌های تاریخی و میراث مستند و مکتوب خلاصه نمی شود. ارزش‌های انسانی، ذخایر گرانسنگ انباشته شده انسانی در تاریخ محدود به این دو عرصه نیست، بلکه حوزه میراث دیگری وجود دارد که اقیانوس بیکرانه و لایتناهی است و اون میراث معنوی است. جهان این حوزه رو به تازگی تجربه می کند. هنوز فرمت‌های لازم برای ثبت آثار میراث معنوی در جهان آماده نشده است. جریان فرهنگی جهانی، کارشناسان متفاوتی در دنیا نشستند تا با تعیین ضوابط و معیارها و آیین‌نامه‌ها و مقررات و فرمت‌ها بتوانند با تعیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها بتوانند ارزیابی کنند یک اثر میراث معنوی را برای ثبت جهانی. این کار هنوز در حال انجام است. این آخرین و جدیدترین و پیشروترین حرکت جمعی فرهنگی جهانی است. عرض من در مرحله پایانی این است: جهان امروز میراث معنوی را به عنوان یک حلقه اتصال بزرگ دیگری که انسانها را به هم پیوند دهد شناختند. شمس من و خدای من، باش بگفتم این سخن. شمس من و خدای من، شمس من و خدای من. الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا حبیب الله، یا حبیب الله مدد. الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد. شمس با مولانا همون کاری کرد که بعد از سالیان سال بازگشت. شمس در اینجا بود اما غریب بود. شمس در اینجا بود اما مهجور بود، گویی در اینجا نبود. شمس وقتی که به خوی بازگشت، آتشی به جان همه شما و همه ما زد. این معما حل شد. درود و سلام ما به مزار تو ای شمس بزرگ. شمس تبریزی، تو مولانا رو مولانا کردی و امروز هم از میان مولاناهای کاذب،
مولاناهایی که دیگران در ذهنشون ساختند و هر کسی از ظن خود او رو ساخت، امروز هم که تو دوباره ظهور کردی در شهر خوی، از همین جا باید بیایی و با همت این علمای بزرگ، این اندیشمندان عزیز این شهر و این استان و این کشور، دوباره مولانای واقعی رو زنده کنی و مولانای واقعی رو، اون مولانای عارف عاشق ولایی رو به دنیا معرفی کنی. سپاسگزاری میکنم از این همه محبت و اظهار مرحمت و عنایتی که به هنرمندان داشتید و توجه و عنایتی که به این عارف بزرگوار دارید و سپاسگزاری میکنم از برگزار کنندگان چنین مجلسی، برای اینکه ما اغلب به منابع و ثروت‌های مادیمون عنایت داریم، کمتر توجه کردیم که چه ثروت‌های عظیم، چه ثروت‌های عظیم معنوی و ادبی میراث ماست و ما از اون کمتر اطلاع داریم یا مختصر اطلاع داریم. مثل این همه ادبا و شعرا و 1000 سال شعر پارسی که از حماسه و غزل و قصیده و عارفانه و ترانه و اینها سرشاره و عارفان بزرگ که سرآمد اونها کسی بود که یکی از بزرگترین نوابغ عرفان و شعر و ادب فارسی و جهان رو حرکت داد و تکون داد و انگیزه حرکت‌های ادبی او شد. من تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که در مزار این عارف بزرگ شمس تبریزی حضور دارم و امیدوارم یک جوری بشه که اون میخوام بگم معشوق شمس یعنی خود مولانا یک جوری یه اثری از حضورش، از حضور فیزیکیش در مملکتش در ایران داشته باشه و این تبلیغاتی که همسایه و کشور دوست ما انجام میده و میخواد تمام افتخارات مولانا رو برای خود داشته باشه که این واقعا آب تو هاون کوبیدنه، چون که مولانا ایرانی است، شعر به فارسی گفته نه به ترکی و همیشه هم ایرانی خواهد موند و هم کوشش میکنیم در این راه. خیلی متشکرم. آینه ام مرد مقالات نیم، دیده شود حال من چشم شود گوش شما. جهان ما جهان آینه هاست، ز هر سو که سر بگردانی آینه است که حال و احوال ما را می نماید. تاریخ فرهنگ و هنر این مرز و بوم به افتخار و فخر قله های خود پابرجا مانده است. هر یک آینه‌ای به وسعت آسمان و آتشی افروخته در بیشه اندیشه و احساس. آتش افروزان همینک در خانه‌های ابدی خود در جای جای این جهان خفته اند، اما نام و یاد و نفس حق آنان در دل همه انسان‌های طالب زیبایی و حقیقت باقی مانده است و میماند تا ابد.
که سرچشمه ریشه در رازهای ماندگاری دارد. مولانا به شمس میگه این رو: تاج من است دست تو، چون بنهیش بر سرم، طره توست چون کمر بسته در این میان من. عشق برید کیسه ام، گفتم هی چه می کنی؟ گفت نه بس بود تو را نعمت بی کران من. بر تو زنم یگانه ای، مست ابد کنم تو را، تا همه شب طرب کنی پیش طرب کنان من. وقتی چنین کلامی مطرح میشه به چنین شخصیتی، بنده چی بگم؟ هیچی نباید بگم. مولانا گفت که هیچی نگو، گفت من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن از رنج مگو، جز سخن گنج مگو. ور از آن بیخبری رنج مبر هیچ مگو. از طرف استاد بزرگ عزیز و نازنین که سالیان سال عمرش رو برای شمس و مولانا گذاشتن، از همه شما تشکر و تقدیر میکنم. به نمایندگی از شما، از استاد شهرام ناظری که به رغم همه مشکلات، همین که نام خود و نام شمس تبریزی رو شنید، همه کارها رو بر زمین گذاشت، با کمال میل و رغبت پذیرفت و این افتخار رو نصیب ملت ایران کرد که امروز در کنار بارگاه شمس آوای خوش و دلانگیز ایشون رو بشنویم. استاد ناظری به گردن این مردم، به گردن فرهنگ و هنر ایران و به گردن همه مولانا دوستان جهان حق بزرگی دارند. استاد شهرام ناظری صدای مولانا رو به شایستگی در دنیا، از سازمان ملل تا یونسکو، تا تئاتر شهر پاریس، تا روم، ایتالیا و به تمام دنیا رسوندن. استاد ناظری که صاحب مدال‌های مختلف و از جمله مدال معروف شولیه هستند، دیشب می‌فرمودند بزرگترین افتخار زندگیشون همین کنسرتی است که امروز در حضور شما خواهند داشت. می‌خواستم که مراتب سپاسگزاری خودم و اعضای گروه را به تمام سروران گرامی، به خصوص هنرمندان سینما و خانه سینما که ما رو مورد تفقد و عنایت خودشون قرار دادن، می‌خواستم تشکر کنم از تمام کسانی که زحمت کشیدن برای وجود آمدن این جلسه و این کار مهم که در آینده حتما نتیجه های مثبتش رو برای کشور نشان خواهد داد، حتی برای جهان. تشکر بکنم واقعا از مساعدتی که کردن فرماندار خود، استاندار آذربایجان غربی و تمام مسئولین و به خصوص مسئولین فرهنگی اسلام مملکت و کشور و به خصوص جناب آقای دکتر ایوبی و دکتر جلالی
میداد